به نظرتون اول به چی میگفتن شیر؟ شیر آب، شیر گاو یا شیر سلطان جنگل؟ وای باز شروع شد. چه جالب. به حرفاش گوش نده. چرا؟ تسخیرت میکنه. میدونستی جوونی ترین عکسی که گرفتی قدیمی ترین عکسته؟ باش. نه نمیخوام بشنوم. به نظر تو صدایی که تو ذهنمونه خودمونیم یا یک کس دیگه که داره ذهنمون رو کنترل میکنه؟ دفترچه پست کرده 5 روز دیگه میخواد بره سربازی، ولش کن. میدونستی همه کتابایی که تو الان خوندی همشون یه ریمیکس لغتنامه دهخداست؟ واو. تا حالا کابوس اینو دیدی که از یه ارتفاعی سقوط کنی؟ آره همه دیدم. پس حس سقوط رو تجربه کردی؟ آره. جوابشو نده. به طور که حس سقوط کردن تجربه نکردی. میدونستی آلارم گوشی تو وقتی تنظیم میکنی داری انتخاب میکنی که چقدر زندگی بکنی؟ مگه اسفنج سوراخ نیست؟ پس چجوری آب رو نگه میداره تو خودش؟ مامان تا حالا شده که حس کنی یه حشره روی لباسته ولی در صورت اینکه هیچ حشره‌ای روی لباست نیست؟ آخ گفتی همیشه این اتفاق برام میفته. بابا میگم جوابشو نده. در واقع اونا روح‌های سرگردون حشراتی هستن که کشتی. داره چیکار میکنه؟ داره والدت میشه.